چطوری با هوش مصنوعی در سال 2026 ثروتمند بشیم؟ این مطلبی هست که الکس هرمزی در ویدیوی اخیر خودش با ما به اشتراک گذاشته. تو این ویدیو میخوایم راجع به این یاد بگیریم که چطوری از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و همین هوش مصنوعی و پرامپت های عادی که داریم میدیم رو چگونه بهتر بکنیم. یک پادکست خیلی کوتاهی رو آماده کردم که بر اساس قانون 820 خلاصه آنچه که مهمترین مطالبی هست که الکس داره توی ویدیوی خودش مطرح میکنه رو باهاتون به اشتراک میگذارم. اگر این محتوا رو میپسندید در ادامه با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. اینجا کانال کریپتولوژی پادکست هست و شما شنونده یکی از پادکست های دیگه ما هستید که با هوش مصنوعی داریم اینها رو تهیه میکنیم و با شما دوستان اشتراک میگذاریم. یه نگاهی به ویدیوی الکس بندازیم. الکس این ویدیو رو به شکل پاورپوینت و به شکل پرزنتیشن داره آماده میکنه. داره راجع به تکنیک‌های مختلفی که بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و خروجی خیلی بهتری بگیریم صحبت میکنه. من این پادکست رو قبل از اینکه تهیه بکنم چندین بار گوش کردم و واقعا اگر از این نکاتی که میگه استفاده بکنید خروجی کار خیلی بهتری رو از هوش مصنوعی دریافت میکنید. شنونده این پادکست باشید. خیلی خوشحالم که اینجا هستی. اگر دنبال این هستی که بدونی چطور میشه از هوش مصنوعی نه فقط به عنوان یک اسباب بازی بلکه به عنوان یک اهرم واقعی برای رشد کسب و کار استفاده کرد، جایی درستی اومدی. امروز میخوایم وارد ذهن یکی از باهوشترین استراتژیست های دنیا یعنی الکس هرمزی بشیم. هرمزی کسیه که تونسته با استفاده از سیستم‌های هوشمند خروجی محتوا و فروش خودش رو چندین برابر کنه بدون اینکه کیفیت رو فدا کنه. در این پادکست الکس هرمزی یک نقشه راه دقیق برای مدیریت دارایی‌های هوش مصنوعی ارائه میده. هرمزی معتقده که اکثر مردم از هوش مصنوعی غلط استفاده می کنند. چون فکر می کنن ابزاری برای فکر نکردنه. در حالی که هوش مصنوعی ابزاری برای تایپ نکردن و سرعت بخشیدن به اجرای ایده های ناب شماست. او در این گفتگو 3 پایه اصلی برای ساخت یک سیستم شکست ناپذیر بر پایه هوش مصنوعی رو معرفی میکنه. بهداشت هوش مصنوعی، مخزن دستورالعملها و منابع داده. آماده ای؟ بیا با این جمله طوفانی شروع کنیم. هوش مصنوعی جایگزین فکر شما نمی شود، بلکه قدرت قضاوت و سلیقه شما را تکثیر می کند. پس ایده همچنان پادشاه است. بزرگترین بینش هرمزی اینجاست. ارزش واقعی در خود ابزار نیست، بلکه در کانتکست یا همان زمینه و محتوایی است که شما به آن می دهید. اگر هوش مصنوعی شما خروجی‌های کلیشه‌ای و اصطلاحاً رباتگونه می‌دهد، مشکل از مدل نیست. مشکل اینجاست که شما هیچ پیش زمینه یا دیتایی از خودتان به آن نداده‌اید. هرمزی میگوید هوش مصنوعی شبیه به یک دیگ ظلم از تمام اینترنت است. پس اگر می‌خواهید شبیه شما حرف بزند، باید کارهای قبلیتان را به خوردش بدهید. بخش اول، بهداشت هوش مصنوعی و قانون تکرار. اولین چیزی که الکس روی آن تاکید می‌کند، مفهومی به اسم بهداشت هوش مصنوعی یا AI هایجن هست. خیلی از ما یک چت رو باز می‌کنیم و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو توش می‌پرسیم.
از لکه روی بازو گرفته تا نوشتن متن تبلیغاتی. هرمزی میگه این کار یعنی نابود کردن تمرکز مدل. برای هر موضوع جدید باید یک چت جدید باز کنید. اما جادوی اصلی در حلقه‌های بازخورد یا فیدبک لوپ ها نهفته است. هرمزی توضیح میده که خروجی 4 یا 5 شما در یک چت همیشه بهتر از خروجی اوله. چرا؟ چون در هر مرحله شما دارید به مدل کانتکست یا همان زمینه و محتوای بیشتری میدید. مکانیزم اینطوریه. شما یک ایده میدید. مدل خروجی میده. شما اصلاحش میکنید و این چرخه انقدر ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه طلایی برسید. یادتون باشه تایپ کردن رو برون سپاری کنید، نه فکر کردن رو. خب بریم سراغ بخش دوم که به نظر من یکی از مهمترین مراحل کار با هوش مصنوعی است. بخش دوم تبدیل SOP به پرامپت یا دستورالعمل‌های هوشمند. بیا یک قدم عمیق‌تر بریم. هرمزی یک تشبیه فوق‌العاده داره. اون میگه هر SOP یا همون دستورالعمل استاندارد عملیاتی که برای کارمندانتون مینویسید در واقع یک پرامپت هست. اگر دستورالعمل شما ضعیف باشه هم کارمند و هم هوش مصنوعی خروجی بدی میدن. اون پیشنهاد میده که برای کارهای تکراری بیزنستون مثل نوشتن ایمیل های هفتگی یا پاسخ به پیام های اسلک یک مخزن پرامپت درست کنید. یک مثال عملی. اگر هر هفته محتوا تولید میکنید به جای اینکه هر بار از صفر به هوش مصنوعی بگید چی کار کنه، یک دستورالعمل دقیق یا پرامپت 2.0 بنویسید که شامل لحن، ساختار و هدف شما باشه. این یعنی یک بار وقت میذارید و کار رو درست انجام میدید تا برای همیشه از نتایجش استفاده کنید. الکس حتی پیشنهاد میده این پرامپت ها رو در تقویم کاریتون قرار بدید تا به محض رسیدن زمان انجام کار همه چیز آماده باشه. بخش سوم، دارایی های هوش مصنوعی یعنی معدن طلای شما. اینجاست که تفاوت بین یک آماتور و یک حرفه‌ای مشخص میشه. هرمزی میگه شما به عنوان کسی که مدتی در بازار هستید روی یک معدن طلا نشسته اید و خودتون خبر ندارید. دیتای کارهای قبلیتون. او پیشنهاد میکنه 3 پوشه اصلی داشته باشید. 1. کانتکست بیزینس. تمام اطلاعات درباره اینکه شما چه کسی هستید و چه میفروشید. 2. مخزن پرامپت ها. نحوه انجام کارها. و 3. منابع داده یعنی دیتا سورسز. این همون بخش حیاتیه. منابع داده شامل چی میشه؟ هر چیزی که تا حالا تولید کردید. توییت های قبلی، ایمیل هایی که به مشتری زدید، رونویسی اسکریپت جلسات فروش موفق و حتی محتواهایی که در یوتیوب منتشر کردید. وقتی شما 10 تا از بهترین تماس‌های فروشتون رو به هوش مصنوعی میدید و میگید از روی اینها یک اسکریپت فروش جدید بنویس، مدل دیگه شبیه ربات حرف نمیزنه. اون شبیه بهترین نسخه شما حرف میزنه، چون الگوی موفقیت رو از خودتون یاد گرفته. در ادامه تحلیل عمیق استراتژی‌های الکس هرمزی میخوایم وارد بخش‌های عملیاتی تر بشیم، یعنی جایی که تئوری به پول تبدیل میشه. هرمزی با یک حقیقت تلخ شروع میکنه. دلیل این که اکثر محتواهای ساخته شده با هوش مصنوعی در اینترنت مثل هم به نظر میرسن اینه که شبیه به یک دیگه ذوب از کل اینترنت هستند. اونها شخصیت ندارن چون شما دیتای شخصی بهشون ندادید. اما راه حل الکس چیه؟ بخش 4 مهندسی معکوس موفقیت، اسکریپت های فروش. یکی از جذابترین بخش‌های صحبت‌های هرمزی روش اون برای ساخت اسکریپت مادر هست.
تصور کنید 10 تا از بهترین تماس‌های فروشتون که منجر به قرارداد شده رو به صورت متن درآوردید. حالا به هوش مصنوعی میگید تو یک دکتر اسکریپت و مربی ارشد فروش هستی. این 10 تماس رو تحلیل کن و فقط جملاتی رو استخراج کن که واقعاً معامله رو جلو برده. مکانیزم کار اینجا الگو برداری هست. الکس تاکید میکنه که از هوش مصنوعی بخواهید بخش‌های حاشیه‌ای، تعارفات الکی و داستان‌های بی ربط رو حذف کنه. خروجی نهایی باید شامل بخش‌های حیاتی مثل ایجاد رفاقت، کشف نیاز، انتقال به ارائه محصول و مدیریت اعتراضات یا ابجکشن هندلینگ باشه. هدف اینه که زبانی ساده در سطح کلاس 6 داشته باشیم که مستقیم میره سر اصل مطلب. این یعنی شما دیگه لازم نیست ساعتها وقت بذارید تا به تیم فروشتون آموزش بدید. هوش مصنوعی بهترین شما رو به یک استاندارد همیشگی تبدیل میکنه. بخش 5 اهرم‌سازی برای محتوا از 90 دقیقه به 15 دقیقه. الکس یک مثال شخصی میزنه که خیلی‌ها رو شوکه کرد. اون میگه قبلا برای نوشتن هر ایمیل یا هفته‌نامه حدود 60 تا 90 دقیقه زمان میذاشت. اما الان با سیستم اهرم‌سازی 16 تا ایمیل رو فقط در 4 ساعت مینویسه. یعنی یک نصف روز در ماه وقت میذاره و تمام ایمیل های ماهش رو آماده میکنه. اشتباه رایج اینجاست. مردم فکر میکنن هوش مصنوعی باید ایده رو هم بده. هرمزی میگه نه، ایده همچنان با منه. هوش مصنوعی تجربه زندگی شما رو نداره. پس نمیتونه داستانهای واقعی شما رو خلق کنه. روش درست اینه که شما ایده اصلی و داستان رو به صورت خام میگید و از هوش مصنوعی میخواید بر اساس ساختار و لحن نوشته های قبلیتون اون رو بازنویسی و مرتب کنه. این یعنی شما از هوش مصنوعی به عنوان یک بزرگ کننده یا آمپلیفایر استفاده میکنید، نه یک سیستم تمام خودکار. امیدوارم که مطلب تا اینجا واسهتون مفید بوده باشه. واسم یه آواری بکنم، دوستانی که این مطالب کانال ما رو میبینن بیش از 92% تو این کانال سابسکرایب نکردن. اگر تو این کانال سابسکرایب بکنید و این زنگوله رو هم فشار بدید، هر وقت که محتوای جدیدی بیاد شما در جریان قرار میگیرید و میتونید از این مطالب لذت ببرید. بخش 6. تا اینجا یاد گرفتیم که هوش مصنوعی رو نباید برای فکر کردن به کار برد، بلکه برای سرعت دادن به اجراست. باید 3 فولدر اصلی یعنی کانتکست، SOP و دیتای خام داشته باشیم. بهترین خروجی ها از زنجیر کردن پرامپت ها به دست میاد. یعنی خروجی یک مرحله ورودی، مرحله بعد باشه. بخش 7. معمار پیشنهادات. هرمزی که خودشو متخصص ساخت پیشنهادات رد نشدنی میدونه، میگه میتونید هوش مصنوعی رو به یک معمار پیشنهاد تبدیل کنید. روش کار اینطوریه که ابتدا پیشنهاد فعلیتون رو بهش میدید. هوش مصنوعی اون رو از نظر روانشناسی ارزش، زمان رسیدن به نتیجه، میزان تلاش مشتری و ریسک تحلیل میکنه. بعد در مرحله دوم ازش میخواید که این پیشنهاد رو ارتقا بده. مثلا چطور میشه گارانتی قوی تری گذاشت؟ چه پاداش و بونس هایی میشه اضافه کرد تا جذابیت چند برابر بشه؟ جذاب ترین راهکار اینجاست. وقتی پیشنهاد اصلاح شد، حالا ازش میخواید بر اساس همین پیشنهاد، مثلا چطور میشه گارانتی قوی تری گذاشت؟ چه پاداش هایی یا بونس هایی میشه اضافه کرد تا جذابیت چند برابر بشه؟ جالب ترین جای کار اینجاست. وقتی اصلاح شد، حالا ازش میخواید بر اساس همین پیشنهاد یک اسکریپت فروش و یک متن برای صفحه فرود بنویسه. این یعنی تمام بخش های بیزینس شما با هم هماهنگ میشن
چون همگی از یک منبع واحد تغذیه شدن. بخش 8، تضاد و اصلاح باور خودکارسازی یا اهرم. یک باور غلطی که هرمزی بهش حمله میکنه واژه خودکارسازی یا اتوماسیون هست. مردم دنبال سیستمی هستن که دکمه رو بزنن و پول چاپ بشه. الکس میگه این اتفاق به این زودی ها نمیفته. چیزی که واقعاً به دست میارید leverage یا همون اهرم هست. اون میگه هوش مصنوعی شبیه به یک ریمیکس کننده عمل میکنه. الگوهای زبانی، ساختار جملات و فرمت ویدیوهای شما رو کپی میکنه. اما اون مغز کار که همون تجربه و بینش شخصی شماست، چیزیه که باعث میشه محتوا بفروشه. پس اگر یک تازه کار بخواد فقط با هوش مصنوعی محتوا تولید کنه، شکست میخوره. چون هیچ تجربه‌ای برای تغذیه کردن مدل نداره. حالا بیایم به جذاب‌ترین بخش ماجرا برسیم. یعنی وقتی که تمام این قطعات پازل کنار هم قرار میگیرن و موتور کسب و کار شما با سوخت هوش مصنوعی شروع به حرکت میکنه. الکس هورموزی معتقد است که اگر شما این سیستم رو پیاده سازی کنید، وارد دوره‌ای میشوید که اون رو عصر تکثیر تخصص مینامند. بخش 9، ساخت دنیای بازاریابی یا زنجیره‌سازی نهایی. الکس مفهوم عجیبی رو مطرح میکنه به اسم زنجیره‌سازی دستورها یا چین پرامپتینگ. او میگه شما نباید از هوش مصنوعی بخواید که همزمان هم استراتژی بنویسه، هم ایمیل بزنه و هم پست اینستاگرام ترک کنه. این کار خروجی رو ضعیف میکنه. روش درست مثل یک خط تولید کارخانه عمل کنید. اول خروجی معمار پیشنهاد رو میگیرید. بعد اون خروجی رو میدید به مرحله بعد و میگید حالا بر اساس این پیشنهاد عالی اسکریپت ویدیوهای تبلیغاتی یا VSL من رو بنویس. بعد خروجی ویدیو رو میدید به مرحله بعد و میگید حالا بر اساس این ویدیو 10 تا پست کوتاه برای توییتر و لینکدین در بیار. اینطوری شما یک دنیای بازاریابی یک پارچه میسازید که تمام اجزاش با هم میخونه. هورموزی میگه اینجاست که شما از یک نفر تبدیل به یک ارتش میشید. بخش 10، تصویر آینده 6 ماه تا 1 سال بعد. بیا کمی رویا پردازی واقع گرایانه کنیم. اگر از همین فردا شروع کنی به جمع‌آوری دیتای خودت، یعنی ضبط کردن جلسات، ذخیره کردن بهترین متن‌هات و مرتب کردن SOP ها، 6 ماه دیگه بیزینس تو چه شکلیه؟ ترمز این نقطه تو دیگه نگران صفحه سفید یا شروع کردن از صفر نیستی. تو یک دستگاهی داری که تمام تجربیات چند سالت رو حفظه. اگر بخوای محصول جدیدی لانچ کنی، به جای 2 ماه 2 هفته زمان میبره. اگر بخوای کارمند جدیدی استخدام کنی، به جای ساعتها آموزش، فقط مخزن پرامپت ها رو بهش میدی و اون از روز اول با کیفیت تو کار میکنه. بی نهایت میرسونی. بخش 11، تضاد در اجرا. اشتباهی که همه میکنند. یک نکته حیاتی که الکس روش دست میذاره بحث سرعت در مقابل دقت هست. خیلیا واس به خرج میدن تا اولین پرامپتشون عالی باشه. هورموزی میگه ولش کن، فقط تایپ کن. هوش مصنوعی شبیه به سفالگریه. اول باید یک توده گل خام یا خروجی اولیه داشته باشی تا بتونی بهش شکل بدی. اشتباه بزرگ اینه که منتظر بمونید تا ابزار کامل بشه. ابزار همین الان کامله. این مهارت بازیگری توئه که باید رشد کنه. در این پادکست الکس به ما یادآوری کرد که هوش مصنوعی یک جادو نیست، یک اهرمه و اهرم بدون نقطه اتکا که همون دانش و دیتای شخصی شماست، هیچ چیزی رو جابجا نمی‌کنه. توصیه نهایی الکس اینه:
از همین امروز یک پوشه به اسم دارایی‌های هوشمند بسازید و هر کاری که خوب انجام میدید رو توش ذخیره کنید. گوش دادن به نسخه کامل این پادکست برای کسی که میخواد جزئیات فنی و مثالهای بیشتری از فروش و روانشناسی مشتری بشنوه مثل یک کلاس درس مدیریت پیشرفته است. اما اگر همین الان شروع کنی به ساختن مخزن کانتکست خودت، تو همین حالا از 99% رقباییت جلوتری. یادت باشه در دنیای آینده کسی برنده نیست که هوش مصنوعی بهتری داره. کسی برنده است که دیتای با کیفیت‌تر و ساختار منظمتری برای تغذیه کردن این هوش مصنوعی داره. پس همین حالا برو و اولین چت اختصاصی بیزینست رو با بهداشت کامل شروع کن. بسیار عالی. ممنون که تا انتهای این پادکست با من همراه بودید. امیدوارم مطلب براتون مفید بوده باشه و ارزش وقت عزیز شما رو داشته باشه. اینجا من به خلاصه کنجکاوی‌های خودم میپردازم. اونها رو جمع و جور میکنم در قالب یک ویدیو با شما دوستان به اشتراک میذارم. همیشه خودم در مسیر توی ماشین که دارم میرم به این پادکست های گوش میکنم تا به شما دوستان خوبم به اشتراک بگذارم تا شما عزیزان بتونید خلاصه مطالب رو به شکل داستانی بشنوید. خب این بود پادکست امروز ما. تا یک پادکست دیگه شما رو به خدا مهربان میسپارم.